سلام به همراه های همیشگی دنیای داستان. عزیزای دلم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امروزم با یه داستان واقعی دیگه در خدمتتونم. جلوی تزریقاتی وقتی شلوارمو دادم پایین عاشقم شد. حالا در به در دنبالمه و میگه عاشق خودت و پایین تنه درشتت شدم. برای شنیدن این داستان واقعی تا پایان ویدیو با ما همراه باشیم. من یه مدتی وقتی که مریض بودم و مریضی سختی گرفته بودم که شبیه سرماخوردگی بود، توی بیمارستان دکتر برام چند تا دارو و آمپول نوشت که گفت برو تزریقات برات انجام بدن. منم رفتم همه چیز رو حساب کردم و گفتم برو تو اتاق تزریقات تا مسئول تزریقات بیاد برای تزریق. دیدم یه آقایی که خیلی هم جنتلمن بود اومد، ولی خب من منتظر یه خانوم بودم، برای همین جا خوردم. گفتم مگه خانوم نیست؟ گفت نه، خانوم ها همه مرخصی هن. خلاصه من معذب شدم، به شدت به هم ریخته بودم. از طرفی نفخ شدیدی هم داشتم. اون روز وقتی خوابیدم رو به شکم و منتظر موندم که آمپول رو بزنه. وقتی آمپول رو فرو کرد به بدنم، درد زیادی به هم وارد شد و از فشار ناله های بلندی سر دادم، ولی بعدش مردم از خجالت. آب شدم تا آمپول رو کشید بیرون. من فقط سرم رو انداختم پایین که چند روز بعدش نگو شماره تماسم رو از مسئول پذیرش میگیره و به هم پیام میده. خودش رو معرفی کرد و گفت من همونیم که برات تزریقات انجام دادم. شمارت رو از رو پذیرش و بیمه توی بیمارستان تونستم بردارم. اصلا من گیج و مانگ مونده بودم. گفتم خب بفرمایید. گفت من تزریقات زیادی انجام دادم و دخترای زیادی زیر دستم آمپول خوردن، ولی تو یه چیز دیگه ای. من ازش معذرت خواهی کردم به خاطر ناله های اون روزم. گفتم واقعا شرمنده، من نتونستم درد رو تحمل کنم. اونم برگشت به هم گفت من عاشقت شدم. همون موقع که دیدمت عاشقت شدم و با اون کاری که کردی بدتر شیفتت شدم. تو دلم گفتم آخه عاشق چی شدی؟ یه مدت بعد گفت عاشق پایین تنه درشتت شدم. بعد گفت میخوام اجازه بدی بیام خواستگاریت. من دیگه جوابشو ندادم. حس کردم با این حرفش یه طوری شدم. بلاکش کردم. چند مدت بعد باز با خط جدیدش به هم پیام داد و زنگ زد. خلاصه من مدتی بعد دوباره جوابش رو دادم. بعد گفت میخوام ببینمت و بیام خواستگاریت. پسر خوبی بود تا اینکه یه مدت با هم حرف زدیم و آشنا شدیم. دیدم پسری که میشه بهش اعتماد کرد. اینطور شد که اومد خواستگاریم و بعد یه مدت هم با هم عقد کردیم. خیلی وقتا خندم میگیره از اینکه برای تزریقات رفتم و یه شوهر گیرم اومد. خودشم از آشناییمون خندش میگیره.